شيخ أهلا وسهلا. شيخ بارك الله فيك. الله حفظكم كند إن شاء الله صوبات كند شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظك الله الشيخ أبو فضل، وعليكم حفظك الله السلام بارك ورحمة الله الله فيك. وبركاته. ما شاء الله صحبتهای بهترین، خیلی ما شاء الله خوب، دقیق، نازک، علمی، منهجی. الله حسن میکند، برکتون میتید و الله سبحانه و تعالی صفی اهل توحید و صفی طالب علم و علمای اهل توحید زیاد بکند. بله دقیقا همچنین است. یک چند نقطه ها که از این صحبت شما برداشته می شود، نقطه آخرین که ذکر کردید، اینو در همه مسئله اهل بدعت یک عادت دارند. مسئله اختلاف است میگه. خواه اصول دین گویی هم اختلاف است، مسئله فقهی هم اختلاف است. و بعد از این به اختلاف چگونه نظر میکنند؟ اولا همه مسئله اختلاف نیست. اولا نقطه اول همین است که در دین ما همه مسئله اختلاف نیست. ما مسئله های اجماعی داریم که اقلا صحابه ها یک نفر صحابه یک بار گفتگی نیست، ای گفتگی نیست، به هم دیگر یک کلمه گفتگی نیستند رضی الله عنهم. مسئله اصول دین، مسائل ظاهره اصول دین مسئله مجمع علیه است، نه فقط در بین صحابگان رضی الله عنهم. مسئله لا اله الا الله، مسئله کفر بالطاغوت، مسئله الولاء والبراء، بلکه تمام امت های گذشته از نوح علیه السلام که دعوت ضد شرک و دعوت به سوی توحید را شروع کردند تا زمان صحابه ذره اختلاف در بالای اصول دین نبود. اختلاف را همون منحرف شدگان فقط ذکر میکنند. نقطه اول. نقطه دوم، اهل بدعت بعد از اینکه گفتن که مسئله اختلاف است، منهج یک باطل خبیثانه دارند که میگن در مسائل اختلافی یعنی می شود که این عالم هم یک حق باشد، این دوم قول هم حق باشد، در این مسئله سه قول است، کدامش خواهد بگیرید میگه. والعیاذ بالله. این نقطه دیگر، این یک جهالت دیگر است. بلکه ما همه اجماع سلف صالح را میدونیم که در تمام مسائل اختلافی حق یک تو هست. برابر است، حق یک تو است. مثلا در برداشتن اشاره سبابه در بین علما یک چند قول وجود دارد، مذهب حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، لیکن قول حق یک است. در مسئله رفع الیدین پیش از رکوع و بعد از رکوع اختلاف است، برداشتن نبرداشتن، ولیکن حق یک است. در همه مسئله حق یک است. در مسائل اختلافی حق یک توست. هیچ کسی منهجا حق ندارد که بگوید که این مسئله اختلافی است، هر دوش هم درست است، بوکی ندارد، کدامش رو خواهد بگیرید. گفتن این منهج جهلا است، منهج یعنی جهمی های ناپیدا شده است، مذهب کاملا مذهب جهلا است. و این چنین انسان برایش حرام است که فتوا دهنده باشد. خیلی که ابن منذر رحمه الله در کتاب اوسط مقدمهش ذکر میکنند که برای انسان میگن حرام است فتوا دادن تا زمانی که قول صحابگان را، اختلاف علما را و قول راجح را نداند. امروز حتی بر دروغ اختلاف از گفته میرد. مسائل اجماعی را، تارک الصلات مسئله اجماعی، العذر بالجهل مسئله اجماعی، عاذر المشرک مسئله اجماعی، همین مسائل اجماعی در نزد این خوبسای جهمی و اختلافی است. به خاطر دفاع مذهب خود، به خاطر شهرت، به خاطر مبارزه نبردن با مشرکین اختلافی میگن. برای چی؟ برای که وقتی که شما گفتید که مسئله عذر بالجهل اختلافی نیست، شما باید بگویید که عدم عذر بالجهل حق است، اثبات عذر بالجهل در کفر شرک اکبر باطل است. اهل حق این، اهل باطل این نامردان، این ناجوان مردان، این چنین مردانوار، این چنین صادقانه و مخلصانه دین الله سبحانه و تعالی را نه عمل میکنند، نه اعتقاد دارند و نه میرسانند، صادقانه نمیرسانند. برای همین به خاطر شهرتشون از دست نرود، به خاطر مبارزه به وجود نآید، مبارزه حق و باطل به وجود نآید، هم حق و هم باطل از او راضی باشند. یعنی مردم را در یک حالت گیج، در یک حالت پریشان خاطری، یک در حالت شبهناک گرفتار کند که مردم همه فکر میکنند که هدایت یافتند اما از حق بیخبرند و غیر و غیره.
مرحمت مسئله عذر بالجهل اختلاف است میگه، اما جهل عذر نیست میگه. خوبسا رو ببینید چقدر به دین الله بازی میکنه. والله این سخن رو به خاطر دفاع نفسش میکرد، به خاطر حمایت آبرویشو نمیدونم، به خاطر راضی کردن هر دو جانب میخواد بگه. میخواد اهل سنت رو راضی کند و بگوید که جهل عذر نیست. اهل سنتی که هستند او جاهلی اهل بدعت فکر میکرد که اهل سنت به همین از او راضی میشن. از طرف دیگر به جهمیه میگه که مسئله اختلافی است، یعنی اهل سنت میگه که شما هم حق هستید، من همراه شما است. و جهمیه میگه که شما هم باکی نداره، شما هم حق هستید، این مسئله اختلافی است. والله این خوبسا به دین الله بازی کرده. این خوبسا دین الله را به مانند یک توپ قرار دادند، به کدام طرفی خواهند میزنند. اما این دین را به خاطر منفعت شکم خود، به خاطر منفعت آبروی خود، به خاطر منفعت چهره خود دارند استفاده میبرند. در مسئله تارک الصلات که میبیند امروز اکثر کسانی که دعوا میکند که مسلمان است ولی مسلمان نیست، میبیند که بینماز است، بینماز کفار است. این اگر بگوید که بینمازها کفار هستند، البته او شهرتی که داشت شاید نداشته باشد، شاید او مبارزه به مبارزه روبرو شود. او که نمیخواهد، او که مبارزه بردن به باطل را نمیخواهد، او که میخواهد که از این دعوت لذت دنیوی ببرد، از این دعوت مبارزه حق باطل به وجود نیاد، بلکه از این دعوت او خانه‌دار شود، زندار شود، ماشیندار شود، آبرودار شود، ماشاءالله تبارک الله همه او را احترامش کنند. غیر از همین دیگر مقصد ندارد. از همین خاطر بهترین فتوای مسئله تارک الصلات اختلافی است. والعیاذ بالله. حالا ببینید در مسئله عذر المشرک عینا همین چین، البته که اختلافی نه، این جوالا مسئله عذر المشرک رو اصلا نمیدار. در تمام مسائل بزرگترین از مسائلی که از اصل ایمان است و بعضیش از اصل دین است، اینها آمدند و اختلاف نبوده رو نقل کردند. والله اختلاف نبوده رو نقل کردند، بخصوص در مسئله عذر بالجهل اختلاف نبوده رو نقل کردند. زیرا که اختلاف همون وقت به اعتبار گرفته می شود از نظر علما، از نظر منهج و علمی، همون وقت در یک مسئله میگه که اختلاف است که همون مسئله در زمان صحابه اختلاف شده باشد، در بالای همون مسئله صحابگان اختلاف کرده باشند. این اختلاف از نظر منهج و مذهب اهل سنت اختلاف معتبر است، ولیکن در همین اختلاف هم حق یکتا است. هیچ کس حق ندارد که بگوید در این مسئله صحابگان اختلاف کردند، هر دو قولم راجح است. این چنین قول وجود ندارد، جهالت است، بی منهجی است. مثلا در مسئله دیدن جمال الله سبحانه و تعالی، وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به اسراء و به معراج رفتند، آیا الله را دیدند؟ اختلاف شد. اکثر صحابگان اکثر گفتند الله را ندیدند، بعضی گفتند روایت های ضعیف و غیره که دیدند، قول راجح ندیدند. و اختلاف در بین صحابگان رضی الله عنهم شد که پیامبر وقتی که به معراج رفتند روحاً رفتند یا که جسماً رفتند. اختلاف شد، قول راجح جسماً رفتند. در همه مسئله که صحابگان هم اختلاف کرده باشند قول راجح وجود دارد. هیچ کس حق ندارد که بگوید که صحابگان اختلاف کردند هر دوش درست است بگوید، این خیلی گپ وجود ندارد. و منهج راجح کردن اقوال صحابه، اختلاف صحابه معلوم و مشهور در نزد علمای اهل سنت و جماعت منهجا معلوم است. اکثر صحابه در کدام قول باشد همون قول راجح است، اکثریت رو میگیم. اما این خبرسا میگن اختلاف است. این اختلاف رو کی نقل کرده؟ در کجا ذکر شده؟ کدام از صحابگان رضی الله عنهم با سند ثابت شده؟ چیزی که در بین صحابه اختلاف نشده اختلاف است گفتن، والله این خیانت به دین است، به امت است، این تفریق اندازی است و این بزرگترین خدمت به شیطان است. تفریقه بزرگترین امت به سبب همین اختلاف های بردروغ از صحابه نقل شده است. و ثانیا در حقیقت صحابه وقتی که در یک مسئله اختلاف کردن، اختلاف است گفتن و رفتن، قول راجح را نگفتن، یا که اختلاف است کدومش را خواهی بگیر گفتن، این هم از ضلالت و گمراهی است. حق یک تاست. اما افسوس که امروز جهلا
رؤسا شدند، جهلا علما شدند، جهلا که اصلا از منهج بوی ندارند، مقاصد شریعت را منهجا به منهج سلف صالح نخواندند، اصول فقه را منهجا به منهج سلف صالح نخواندند، قرآن و سنت را در اساس سلف صالح فهمیدن را به منهج نآموختند، فقط آمدن کم کمی عربی را آموختند، راست میرند به قرآن، راست میروند به سنت و قرآن و سنت را به فهم خودشون میفهمند، به فهم والله خودشون میفهمند. قرآن و سنت را به فهم خودشون میفهمند. ما که اهل سنت و جماعت میگیم قرآن و سنت به فهم سلف این امت. سلف این امت اولین سلف کی است؟ اولین سلف، اساسی سلف، ریشه سلف این صحابگان رضی الله عنهم است که الله سبحانه و تعالی گفت فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر ایمان بیارند مردم چگونه که شما ای صحابگان ایمان آوردید به تحقیق هدایت یافتند. اگر ایمان من شما به مانند ایمان صحابه باشد هدایت میابیم. در غیر این صورت اگر اختلاف بر راه منهج صحابه کردیم گمراه هستیم. پس فهم من و شما در بالای قرآن، در بالای سنت مانند فهم صحابگان باشد. برای چی؟ برای آنکه صحابگان قرآن را فهمیدند، سنت را فهمیدند و همین فهمشان را الله تصدیق کرد. اگر فهم صحابگان در بالای قرآن و سنت خطا می بود، پیامبر زنده بودند، وحی نازل می شد، الله می گفت که فهم شما خطا است. هر خطاگی که صحابگان می کردند آیت نازل می شد. چگونه که در سوره نساء در مسئله و ما لکم فی المنافقین فئتین والله ارکسهم بما کسبوا، وقتی که صحابگان در بالای بعضی از بریده گرفتار یا به کفر اکبر گرفتار شده و اختلاف کردند آیت نازل شد. و همچنین قصه زیاد است. مشکلی امروزه بسیار کسانی که دعوای علم دارند یا مشهور شده اند همین نقطه بیخبری از منهج سلف است. از منهج صحابه بیخبرند، از اعتقاد صحابه بیخبرند، از سیاست صحابه بیخبرند، از تابعین و تبع تابعین هم بیخبرند. اینها راست میرن به درون تفسیر قرطبی را میگیرند، یک آیت به قرطبی یک گپ گفته است میروند تفسیر ابن کثیر یا ابن جریر طبری، ولی بوکه ندارد. رفتن و از تفسیر خوندن این عالم شدن نیست. تو باید منهج دانی. برای که در زیر آیت هم در زیر هر یک آیت 3-4 قول شدنش ممکن است. تو باید دانی سبب نزول به آیت هیچ دخلی ندارد، ربطی ندارد. و بالاخره انا همین چیزها سبب شده که شهرت خواهان به خاطر شهرت خود اختلاف را به وجود میارند، حق را نمیگویند، اختلاف ها را، قول راجح را ذکر نمیکنند و مبارزه بین حق و باطل شدنش را نمیخواهند. زیرا که در این مبارزه البته که یک عده تو را دوست می‌دارند و احترامت میکنند، عده دیگر تو را بد می‌بینند، کسانی که مخالف به منهج هستند. و این منافقین میخواهند که همه اونها را دوست بدارند. این شهرت طلبان میخواهند که کفار و مشرکین و من نمیدونم منافقین و همه اینها را دوست بدارند، رضایت مردم را میخواهند و عاقبتش همین اختلاف در بین مردم است. رضایت مردم، رضایت حزب، رضایت جماعت مذهب سبب شده که بسیار تفریقه و شکست ها به این امت بیاید. برای این امت علمای ضرور هستند که رضایت هیچ کسی را پیش از رضایت الله نمیگذارند. رضایت شدن هیچ کس در نزد اونها مهم نیست. به این امت علمای لازم هستند که تنها در به خاطر رضا شدن الله میخوانند، میفهمند، فهمشون هم در اساس رضایت الله صحابه میبردارند و بعد از این در اساس رضایت الله سبحانه و تعالی به خاطر رضا شدن الله فتوا میتن، مبارزه میبرند، حق را حق، باطل را باطل، در اساس تنها و تنها قرآن و سنت فهم سلفین اومد به خاطر رضایت الله. هر کسی به اونها رضا نشد، موافق نشد، ملامت کرد، پروا ندارد. ولا يخافون لومة لائم. به این امت علما و طالب علمان لازم هستند که بگویند که به دست راستی من آفتاب و به دست چپ من ماهتاب را بدهید هم
ما از این راه همون باز نمیگردیم، از این عقیدهمان باز نمیگردیم، از این منهجمان باز نمیگردیم. منهجی قول راجح گفتن، قول حق گفتن، قول های دیگری که ضعیف است ضعیف گفتن، حق را حق گفتن، باطل را باطل گفتن. مسئله اجماعی را اجماع گفتن و مخالفت به اجماع را یک ضلالت و بدعت و حالتش است که کفر دانستن. یعنی این است منهج. اما منهجی که در اون منهج یک ضابط وجود ندارد، یک دایره معین، حدود، سرحد، یک منهج علمی نیست، منهج در اساس نفس است. کدام وقتی که خواست در اساس خودش ضوابط و قاعده های گوناگون را به وجود می آورد، در اساس خودش چیزها را به وجود می آورد. این چنین منهج ساز و این چنین منهج عاقبتش فقط هلاکت، فقط ضربه به امت اسلام است. هر اهل بدعت می آورد مثال میارد، مثال بیارید در زیر این قاعده منهج اهل سنت. هر چیزی که در تعلیق دیدید از اولین فرقه باطل پیدا شده خوارج تا امروز هر چیزی که پیدا شد مشکلی همین است. قرآن و سنت را به خود فهمید، به منهج تسلیم شد، دیگه هیچ مشکل. عقل گرایان، آمی ها عقل گرا است، قبولی عقل گرا است، فیزیک عقل گرا است، اشعری این جهمی های عقل گرایند، آذری عقل گرا است. این مذهب جهمی های قرآن روحانیه یا عقل گرا است، در اساس عقل است. هیچ وقت چیزی را می تو عقل مثال میارد. همه اهل بدعتی که در طول تاریخ گذشته شما فکر نکنید که خوارج دلیل نداشت، رافضه دلیل نداشت یا ندارد، مرجعه و جهمی دلیل ندارد. اینها به خودشان آیات های قرآن را دلیل میگرفتند، ولیکن مشکل اینها در خود دلیل نبود، در فهم دلیل است. همون دلیل یک آیتی رو که منم همون قبول دارم، جهمی ها آیت قرآن را کلام الله بودن را قبول ندارد. یعنی یک آیتی که همه ما قبول داریم، همه فرقه ها قبول دارند که همین آیت قرآن است، همین آیت باید حجت گرفته شد. مشکلی در قبول کردن آیت نیست، همه ما قبول داریم که آیت قرآن است. مشکلی در فهم است. رافضه در اساس عقلش از آیت توحید شرک را میفهمد، قبوری در اساس فهم شیطانیش آیت توحیدی را قل هو الله احد را والعیاذ بالله شرکی میفهمد. حزبی آیت های توحید حاکمیت را در اساس فهمش علمانی و لیبرالی و دموکراتی میفهمد، شرک میفهمد. آذری در اساس فهمش آیت هایی که در اون تکفیر مشرکین آمده میفهمد که گویا این تکفیر نیست و بلکه مسلمان خواندن مشرکین است. اشعری و ماتریدی، این جهمی خوبسا، همه آیت هایی که در اساس اثبات صفات های الله آمده انکار کرده، برعکس صفات های اثبات شده رو انکار میکنه. همه در اساس چی برادر؟ در اساس عقل. ایده گفتن که عقل پیش از نقل است، آشکار و واضح گفتن عقل پیش از نقل است. هر آیتی که حدیثی که دلیل و نصوصی که ما عقلا فهمیده نتوانستیم، به عقل ما نگنجید، او را ما تحریف میکنیم. تعویل یعنی تحریف، یعنی معناش رو دیگر میکنیم. اما ایده نگفتن که عقل پیش از نقل است. ایده گفتن که عقل را پیش از نقل گرفتن کفر است. عقل باید تابع قرآن و سنت باشد، مذهب ما سلف است و غیره، ولی در عمل اینها در لسان حالشان، با زبان حالشان عملا وقتی دلیل گیری اونها را، یعنی استدلال اونها را میبینی، وقتی که معامله اونها با قرآن و سنت را میبینی، وقتی که فهم این خوبسا را در بالای قرآن و سنت میبینی که اینها عملا عقلانی هستند، عملا کلامی هستند. اگرچه شعارشون شعار اهل سنت است، اگرچه شعارن اینها شعار حق میگن، اما عملا
عملشون عملی والعیاذ بالله انا همون گمراه گشتگان است. عملا عقلانی است، عقل رو پیش از نقل میگیرن. چله که خوارج وقتی که برآمد هم معاویه رضی الله عنه هم علی رضی الله عنه را تکفیر میکرد، خوارج های زمان اول اونا چی میگفتن؟ این الحکم الا لله. البته این الحکم الا لله، یگان کسی آیا این سخن را انکار میکرد؟ این الحکم به درستی که حکم از آن الله است، همیشه از آن الله است. این دعوا و شعار خوارج ها بود. آیا این سخن خوارج ها را شما انکار میکنید؟ آیا میگید که این سخن باطل است؟ والعیاذ بالله کفر است، زیرا که این آیت قرآن است. این الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا ایه. سوره یوسف 40 بود اگر خطا نکنم. آیت قرآن است. خوارج ها وقتی که برآمدند آیت قرآن را شعار گرفتند و برآمد. ولی کلمت الحق یراد به الباطل، کلمهشون حق بود اما ارادهشون باطل بود. یعنی کلمه حق بود اما فهمشون در بالای کلمه حق باطل بود. اراده و مقصدشون از کلمه حق باطل بود. چگونه که همه اهل بدعت همچنین هستند، به مانند کسانی که از اشعری و ماتریدی، جهلای اشعری و ماتریدی قبوری ها، اشعری و ماتریدی کلامی، این اشعری و ماتریدی کفار را ببینید، میگن که ما الله را منزه میکنیم از عیب و نقصان. با همین دعوا، با دعوای پاک دانستن الله، منزه کردن الله از عیب و نقصان، میگن تمام صفات های الله را، صفات های اثبات شده را، اثبات علو ذات الله، اثبات انگشت، اثبات چشم، اثبات پای، اثبات بغم ها، انگشت، اثبات غضب، اثبات خنده، اثبات آمدن، نازل شدن، برآمدن، همه این صفات هایی که الله به خودش اثبات کرده، به دعوای مقصد خوب، به دعوای منزه کردن الله از عیب نقصان، صفات هایی که هیچ عیب نقصان نیست، انکار میکنه. دعوای همشون خوب است. قبوری وقتی که قبر پرستی میکنه دعواش مقصدش دعوای خوب است، غلو در محبت پیامبر کرده، غلو میکرد در محبت. خیلی که ابن القیم اجازه میگن اکثری کسانی که در این امت و امتهای پیش گذشته مشرک شده، گمراه شده، افراطی شده، در اساس دوستداری محبت است. مقصدی بد نداشتند. مشرک شده ها مقصدی بد نداشتند، ضدیت کردن به شریعت را نخواست، مقصدی خوب داشتند. پیامبر را دوست داشتند، اینقدر سخت دوست داشتند که آخر غلو کردند و بالاخره مشرک شدند. پیامبر را دوست داشتند، مولد تشکیل کردند. مولد جشن روزی تولد پیامبر بود. در درون مولد پیامبر آمد، گفتند با پیامبر خستند، رکوع کردند، علم غیب زمین و آسمان میداند، گفتند و علمه علم الله و القلم، گفتند. بالاخره مشرک شدند در اساس محبتی که در حدود شریعت نبود، در اساس شریعت نبود. و چنین خوارج‌ها در باب حکم الله دعوا کردند، از دایره حدود شریعت برآمد، غلو کردند. و چنین مرجئه ها ارجاع این امید است یا تأخیر کردن عمل است. اینقدر در باب امید کردن به رحمت الله غلو کردند. الله رحمان است، الله رحیم است، الله بخشاینده مهربان است، هیچ باکی ندارد، هیچ باکی ندارد. آخرش اومدن گفتند که عمل نکنی هم مسلمانی. و از اینها رفته رفته مرجعه الغلات به وجود آمد. جهمی ها که حتی با کفر شرک هم امروز میبینیم مسلمان میگن، مذهب جهمی ها، جاهزی ها. انا همچنین همه این مشرک شده ها، گمراه شده ها به دعوای خیر، به دعوای خوب گمراه شدند. و این شیطان بود. این شیطان بود که وقتی که آدم علیه السلام و حوا علیه السلام را در جنت به انا همین مشکلی خوردن یک طعام وادار کرد، به شبهه انا همین شبهه بود. اینی لکم ناصح امین. شیطان وقتی که به نزد آدم و حوا رفت چی گفت؟ من برای شما نصیحت کننده و امین هستم. خودش رو یک ناصح گفت، امین گفت، برای خوب گمراه کرد.
خیلی که داود ابن جرجیس آمد در زمان شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب. داود ابن جرجیس عراقی کتاب نویست و در مقدمه کتابش گفت من نصیحت کننده شما ای موحدین هستم. من میخواهم در بین موحدین پراکندگی نباشد. من میخواهم موحدین یک جا باشم. شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب هم خوبند ولیکن یک خطاگی دارند. خطاگیشون این است که جهل را عذر نمیگویند. گویان خودش را ناصح الامین گفت، به موحدین گفت که من نصیحت کننده شما هم، به شما خیر میخوام، تفریقه نمیخوام، لیکن جهل است. فتنه را ایجاد کرد. و امروز هم عیناً این شاگردان شیطان و این خوبسای دیگر را که به مقصدی گویا خوب می آیند، یعنی میخوان که در بین امت وحدت کنند این و آن، لیکن وحدت را در اساس شرک میخوان بکنند، یا که میخوان اینها وحدت را در اساس دور بودن از قرآن و سنت بکنند. همین از ضلالت، همین از ضلالت. از همین جهت بسیاری ها بین حق و باطل فرق کرده نمیتواند. بسیار مردم در بین حق و باطل فرق گذاشته نمیتواند از سببی این که این ملاها خودش رو نصیحت من میگه برای تو نصیحت کننده هستم، من خوب هستم، برای که این ملاها مشهور شده است، برای که این ملاها فقط انا همون چیزی که مردم انتظار هستن انا همون رو به اونها میگن. به مردم ضدیت کرده نمیتواند، سخن حق رو گفته نمیتواند. از همین جهت اکثر مردم در حالت گمراهی باقی میمونند. اما منهج اهل سنت و الجماعت معلوم است، مشهور است که رضایت الله سبحانه و تعالی تنها اولین چیز است، آخرین چیز است که نمی رضایت الله است. رضا شدن مردم را به یک طرف میگذارید و از ملامت کننده ها نمی ترسید و در اساس منهج پیش میرید. منهج این است که هر چیزی که صحابگان اجماع کردند بعد از صحابه، خواه تابعین اختلاف گویند خواه تبع تابعین، این اختلاف شاذ است، این اختلاف غیر معتبر است، این اختلاف مردود است، رد کرده میشد. کی حق دارد که بعد از اجماع صحابه اختلاف کرد؟ اختلاف شد، اگر شده باشد مردود است. این اختلاف را خطا میگه، گناه میگه، ترک میگه. در مسئله تارک الصلات صحابه اجماع کردند، آیا در بین اهل سنت و جماعت اختلاف شد؟ نه، در بین اهل سنت اختلاف نشد. یک فرقه بدعتی مرجعی که تمام سلف اجماع کردند که مرجع مبتدعتون ضلال، مرجع ها مبتدی ضلال هستند، گمراه هستند. مرجع ها آمدند تارک الصلات کافر نیست. کی گفت که اینها اهل سنت است؟ کی گفت که در مسئله تارک الصلات در بین اهل سنت اختلاف است؟ مرجعه آیا اهل سنت است؟ ابو حنیفه مرجع بودند. آیا مرجعه اهل سنت گفته میشن که در بین اهل سنت اختلاف است؟ بگید. اما قولی که نسبت به امام شافعی و امام مالک داده میشد که امام شافعی و مالک هم تارک الصلات را کفر نمی‌دانند، این ضعیف است و متاسفانه من قول ضعیف قول مرجعگی خیلی مشهور از نام مشایخ است، اما ضعیف است. خیلی که اسحاق بن راهوی نقل کرده پیش از اینها از اجماع و بعد از اینها مروزی از امام شافعی مالک نقل میکنه. مروزی از امام شافعی مالک نقل میکنه. در مسئله العذر بالجهل صحابگان اختلاف نداره، یک نفر از صحابه اختلاف نداره، مجمع علیه است. مسئله جهل در شرک اکبر کفر اکبر ظاهر عذر نبودنش این مجمع علیه است، اختلاف نیست. هر کسی که اختلاف نقل میکند قولش مردود است، باطل است، نیست، اصلا وجود ندارد. حالا که در مسئله نماز کمی از مرجعه ها هست، اما در این مسئله نه فقط مرجعه بگم، نه فقط اهل سنت در مسئله عذر بالجهل، نه فقط اهل سنت، حتی مرجعه ها جهل عذر نمیگفت. حتی جهم بن صفوان، همین جهم بن صفوان جهل عذر نمیگفت، میگفت هر کسی که کفر اکبر کنه کافر است، میگفت ندانسته کنه کافر است، میگفت. یک قسمش. اما قسم دیگرش جاحظی، این خبیث اولین کسی که آمد و جهل را به طور مطلق عذر گفت، خیلی که امروز جهمی ها میگن همین جاحظی بود. و ببینید هر یک مذهب پیدایشش دیگر است و آهسته این تطور مییابد، یعنی آهسته این گرد اطراف هر یک مذهب بعد به شبهات و به دیگر عقیده های باطل پر میشود. خوارج ها یک نقطه پیدا کردن، آهسته امروز ببینید خوارج ها چند اصول دارند. جهمی ها یک مسئله را گفتند، امروز ببینید چقدر
مسئله ها زیاد شده. برای این یک قول پیدا میشد، آهسته آهسته گرد اطراف این قول گپ ها نتیجه ها به وجود میاد. خیلی که معروف راسخ جهمی زمانه این خبیث گفت کفار مشرکین و کسانی که اینچنین کفر به طاغوت ندارند مسلمان گفته میشه مطلق. و بعد از این لغوی و مجازی و غیره گفت. این خبیث اگر توبه نکند به همین کفر شرک مرده میرد. لیکن طبقه دوم از این سخن چی میگن؟ اگر میگن یهود و نصارا کفار مشرکین مسلمان لغوی گفته شود یا مجازی گفته شود، کسانی که کفر به طاغوت ندارند مسلمانی لغوی و مجازی گفته شود، پس میگن عذر المشرک وجود ندارد. یعنی چنین چیزا به وجود آمده رفتن میگرد. مذهب آهسته آهسته بعد از یک قرن نیم قرن مذهب به وجود میاد. برای اینکه باطل را شیطان زینت میده. مذهب باطل زود منتشر میشه. برای چی؟ برای اینکه شیطان زینت میده. در انسان نفس است، نفس اماره بالسوء، و در انسان شهوت است، و در انسان با وساوس شیطان است. این سه چیز سبب میشد که آدم‌های جاهل از سبب نفهمیدن و ندانستن بعضی از شبهات را زود قبول میکنند و گمراه میشن. والعیاذ بالله. لیکن منهج اهل سنت و الجماعت معروف است، ظاهر است، انیق است، دقیق است، قطعی است، قطعی. برای همین باید با اهل علمی، با اهل علمی که از اهل سنت و الجماعت هستند با اونها باشید. اگر خواهید که در نصف راه گمراه نشوید، اگر خواهید که شما را در نصف راه گذاشته گمراهتون نکنند، شما باید همراه طالب علمان و علمای اهل سنت و الجماعت باشید. همراه کسانی که علم آموختند، در اساس منهج آموختند و در اساس منهج می روند و منهجشان واضح است. اما کسانی که ناواضح هستند، از 10 قولشون 8 قول دروغ است. این کذابین. امروز گفت فردا نگفتم میگن، فردا گفت نگفت گفتم میگن. همه این سخنی او دیگر مقصد داره. الله دشنا میتد میگه مقصدی من دیگر بود. هیچ مقصدی او را فهمیده نمیشد. این کذابین چی هستن؟ کی هستن؟ والعیاذ بالله. الله من شما را حفظ بکنه. من خواستم همین قدر صحبت بکنم، وقتی من هم با آخر رسید. ان شاء الله سبحانه و تعالی دیگر مشایخ حفظکم الله صحبت بکنید. السلام علیکم و رحمت الله.